دارد، مگر اگر طعامی که مادر برای کودک میده داشته باشد، اگر مادر خوایده در دهن کودک بگذارد اینجا باکی ندارد. مادر حق دارد که طعام میخواید و در دهان همون فرزندش میگذارد. لا سواک و الکحل، اگر شما مسواک کنین، مسواک چوب هایی که هست، این دندانشوهایی که الحال هستن، اینا مزه دارن، اینا استفادهش فقط همون بعد روزتونه که گرفتین، سحر خوری که کردین، بعد همون دندانها را بشوین، این بهتر است از اون که شما در روز میشوین، البته در روزه شما کراهیت پیدا می شود. لیکن مسواک چوب داشته باشین، این باکی ندارد. یا اینکه کحل میگد، اگر زن سرمه کند، اسمه بکشد در ماه رمضان، یا سر خود روغن میکند، اینها بر روزه هیچ ضرر زیان ندارد. موی سفیدی که فانی است میگد، فانی گفته از 50 ساله بالا موی سفید فانی میگن. اگر موی سفیدی که از 50 بالا شد، وای خودش قوت خچه میداند که خیلی برجامانده میشود، یعنی قوت روزه گرفتن ندارد، اینجا شریعت ما و شما چیکار میکند؟ چی حکم میکند؟ حکم میکند که همان موی سفید افطار کند، هر روز میخورد و مثل صدقه فطر هر روز صدقه میکند، یعنی 2 کیلو گندم چند سامانی که شود یا 2 کیلو گندم میدهد، هر روز 2 کیلو گندم 2 کیلو گندم برای هر روز خوردگیش خیر احسان میکند. اگر قادر شد و قوت پیدا کرد، بعدا قضا میگیرد. و الا اگر به همون ضعیفی و ناتوانیش از دنیا گذشت، همچون روزدار از دنیا سفر کردگی است. زنی که حامله باشد، این مسئله را من در اول خواندم به شما که زیرا که این مسئله مهم است، خیلی با دقت باشین، این مسئله در همه ما و شما رخ میدهد. زنی که حامله دار باشد یا کودک میده دارد که کودک شیرخواره است، و همه ما و شما معلوم است که شیر از غذا پیدا می شود. اگر مادر غذا نخورد، طعام نخورد، شیر کم می شود. شیر همون قوتناکی که در داخلش دارد، همون قوتناکی ها گم می شود و کودک ضعیف می شود، کودک بیمار پیدا می شود. اینا گفتم. پس یک حدیث به یادم آمد، تنظیم عائله خود یک موضوع هست که در قرآن ما و شما پیش از گفتار این موضوع را بیدار کردن در حکومت ما و شما، این تنظیم عائله خودش علاکه در قرآن ما و شما ثبت کرده شدگی است. در همون جمع ذکر می شود که اگر زنی که یک کودک می زاید و در بین تنفس نمی کند و سال آیندهش کودک دیگر را می زاید، در این صورت برای همون کودک اول که در شکم مادر علاکه کودک پیدا شده است، علاکه قوتناکی شیر گم می شود. گفتم پیغمبر، یعنی پی در پی زاییدن در اینجا من کردن که از حامله بودن و باز کودک شیرخواره باشد، این صورت کودک همان شیرخواره ضرر می‌بیند، زیرا تمام قوتناکی شیر گم می شود و شیر خودش حدش کم می شود. انا اگر زنی که حامله باشد یا شیردهنده باشد، اگر خوف برند بر فرزندشان یا خوف برند بر سلامتیشان، این صورت چکار میکنن؟ یا بیماری که خوف میبرد که روزه بگیرم مریضم زیاد میشود، یعنی دردم زیاد میشود، یا مسافری که سفر کرده است، از 120 کیلومتر از خانهش بیرون سفر کردگی هست، اینها را شریعت ما و شما حکم میکند که اینها حق دارند که روزه را بخورند و بعداً از مریضی که خلاص شدند، زنی که تولد کرد، کودکی که مثال علاکه بوایه رسید، اینها یا مسافری که از مسافری به خانه خود برگشت، اینها در این صورت روزه را قضا میگیرند و فدیه نمیدهند. چگونه ای که اون موی سفید فدیه میداد، اینا فدیه نمیدهند. پای پیاده شهر نیست، اگر به سمالیات میرای، به مرسیدس میرای، به چیزی میرای، همین 120 کیلومتر طی کردی تو مسافر هستی. ولی بسیار از همین عقیده در ما و شما که وقتی آدمایی که مثال سفر میکنیم به دوشنبه میریم، بعداً چیکار میکنن؟ همان 4 رکعت فرضی که هست، حالان که خدای ضیافت خدا از 2 رکعت گفتگی است، 2 رکعت فرض بخوانین. بعد چی میگد؟ این من مثال وقتم خوش است، مانده نشیدم،
از همین خاطر من میرد 2 رکعت میخوانم. اگر 2 رکعت خواندی تو ثواب نمیگیری، تو بلکه اگر 4 رکعت خواندی تو ثواب نمیگیری. تو در اینجا در نزد خدا عاصی و روسی هستی. خدا فرمان داده است در سوره نساء شما سفر کردین نماز قصر کنین، نابسته تو به ماشین میره، به اسب میره، پیاده میره، فرقی ندارد. این ضیافت خداست، این حکم خداست، شما به جا بیارید. خب و صوم سفر لا یضر احب. اگر مبادا ما و شما به دوشنبه رفتیم مسافر هستیم، حق داریم که روزه را در همونجا میخریم، حق داریم، مسافر هستیم. خدا فرموده است در سوره بقره. لیکن اگر دلی تو نخواست، مثال تو سحر روزه گرفتی و بعد رفتی گفتی نه نمیشکام، این دم حق داری نشکام. در روزه حق داری، برای تو مستحب است، بخواهی بگیر، نخواهی نگیر. اگر گرفتی چی هست هم قدر می شود که دیگر قضا، یعنی وقتی که به شهرت آمدی دیگر قضاش نمیداری. این ده اختیاریت است، میخواهی بخورش، نمیخواهی هم اختیار داری سال نخورش. حساب می شود، از روزه تو حساب می شود. اگر شخص بیمار می شود، میگن بیمار شد، روزه را میخورد، روزه را میخورد، ولیکن شرط کرده شده است. میگه صاحب مسئله میگه شرط کرده شده است اینکه به فرزنداش نصیحت کند که بچه من 3 روز یا 4 روز یا 5 روز از رمضان خوردم. یعنی اگر به شرطی که بعد همین تندرست، یعنی بعد همون بیماریش مثال 3 روز یا 4 روز صحت می شود، مثال 5 روز روزه گرفت، 5 روز بیمار بود، مسئله را خوب گوش اندازین، 5 روز بیمار بود، در حالت بیماری خدا را رخصت دادگی است که بخوره. بعد همین بیماریش 3 روز دیگر حیات دید و از دنیا گذشت. این صورت در وارثاش باید چیکار کنن؟ همون 3 روزه ای که تندرست شده بود و روزه نگرفته بود، همونا را فدیه‌اش بدن. اون 5 روز بیماریش نه در حالت خدا بخشیدگی است، فقط همون 3 روزش چیکار میکنن؟ فدیه‌اش میدن، خلاص. این شرط کرده شده است برای همون آدم که وصیت کنه فرزنداش که من 3 روز دیگر حیات دیدم و از جانب من فدیه بده. خب و فدیه کل صلاتین کصوم یومین. بین همین آدمی که فدیه میدهد بچه‌هاش، اگر همون آدم روزه نمازش هم که نخوانده باشد، مثال مبادا در حالت بیهوشی بود، این صورت نماز از گردن او برداشتگی هست و برای نماز فوچیدش هم چکار میکند؟ فدیه میدهد، مثل با صدقه فطر. یعنی 2 کیلو گندم از روزش میدهد، 2 کیلو گندم دیگر از حساب نمازش میدهد. امروز ما و شما دوره میکنیم، دوره‌ای که در مرده ها میکنیم، اگرچند که این صحیح نیست، این دوره خودش صحیح نیست. در آدم های دوچار میشیم که بالکل نماز نخوانده است. ما و شما دروغ میگیم، همین دامله ها دروغ میگن، بعضی را ادا کرده است، بعضی را قضا کرده است. اکنون که ندای پرصدای ارجعی الی ربک راضیه مرضیه به گوش این بیچاره رسیده است، به سبب این، به سبب موت از ادای اون عاجز آمده است. این سخن ما است در دوره ها، لکن دروغ میگیم. ما در نزد خدا گناهکار هستیم. کدام نیکبختش بگیم، بدبختش بگیم، این بدعت جاری کرد، این بدعت است، این از شریعت ما و شما نیست. اگر من یک قابچو، بعضی آدم‌ها تصور میکنن که همون دانه‌های گندم چند که زیاد شد همون قدر مغفرت گناه میشود. نه، اگر تو 1 تن گندم در همونجا بگذاری دوره بکن، باور کن همون آیت کریمه اینجا نفوذ دارد: و ما یعمل مثقال ذره خیر یره و ما یعمل مثقال ذره شر یره. تو در دنیا ذره نیکی کرده باشی، پاداشت نیکی است. اگر ذره بدی کرده باشی، در نزد خدا اگر 10 تن گندم که دوره بگردانن، تو از عذاب خدا نجات نمییابی. اینا را شما فراموش نکنید. فدیه همون حقی که مثال ما جدا میکنیم که فدیه صوم و صلات میگیم در حالت دوره، همونش جایز میشود که اگر همون انسان در اصل بیچاره عاجز آمد، نماز خوانده نتونست.
در اصل هم بیچاره بیمار بود و با بیماریش از دنیا گذشت. این صورت این چی هست؟ این عاجزی هست، این ضرورت هست. اون انسانی که دیده و دانسته نماز قضا کرد، وای در دیگر دوره چی حاجت است؟ دوره چی لازم است؟ در یگان کتاب خداوندی دوره خبر دادگی نیست، باور کنید. خب و یمسک بقیت یومه مسافر قدما. اگر مسافری که در نصف روز رفت و در دوشنبه رسید، این صورت میگه اگر در نصف روز که رسیدی، مثال نصف دیگرش مانده است، همون نصف روز چکار کن؟ نصف روز در باقی بمان، روزت نخور. همون دم حق دارد، بخوردم حق دارد، لیکن اگر نخورد این بهتر است میگه. خب و حائض طهرت. و مثال شخصی بود که تا نصف روز روزدار بود، زن نصف روز در حائض شد، این صورت هم میگه چکار کند؟ این صورت هم حق دارد که اگر بخورد. برای زن حائضه روزه شرط نیست، همینا رو هم برسانید. زنهایی که اگر در حالت حیض باشند، شما البته به البته اونها را خبردار کنید که اینها این روزه‌ای که شما میگیرین این روزه نیست، برعکس طعامتان استفاده کنید، رخصت الهی است. و بعضی اولی سوالات در پیش من آمده است که از دست زن حائضه آیا طعام خوردن و نان پختن جایز است؟ این عقیده یهودی است. مردم یهود، مردم جهود، زنی که اگر حائضه شود جاگه وی جدا میکند، از دست وی هیچ طعام نمیخورد، میگه وجودی همش میکروب است. لکن اسلام ما و شما نه. اسلام ما و شما گفتن در حالت حیض هم زن بوسه کن، در کنار خودت بگیرش، از دست وی طعام بخو، همراه او هم نشینی کن، وی هیچ میکروب ندارد. خب جنون و کل شهر مسکتون. اگر کسی که از همین روز تا آخری ما دیوانه شد، کسل دیوانگی گرفتش، روز عید هوشیار شد، از گردن او ساقط از دیگر روزه نمیگیرد. للبعض یکی اگر یک روز یا 10 روز یا 20 روز یا 25 روز کسل دیوانه کسل شد و صحت شد، چکار میکرد؟ در حالت صحتیش همون روزه را پره میگیرد. و این اغمی علیه ایاما قضاها الا یوما نواها. اگر به شرطی که آدمی که بیهوش بشود، آدمی بیهوش هم آدمی که در روز مثال اغمی علیه میشود، ایاما چند روز، مثال 3 روز بیهوش خواب میکند، همینم چکار میکند؟ همینم روزش قضا میدارد، الا یوما نواها، مگر روزه میگیرد. این بود بعض مسئله و مسائلایی که من مختصرا برای شما فهماندم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خدای مهربان از کل آفتها، از کل بحتانها، از کل مریضیها، خدای در حفظ امانی خودت نگهشون داری. آمین و رب العالمین.